جوان جان را به حق تسلیم کرده بود، یعنی که از دنیا گذشته بود. قدرت خداوند را بینید که این جوان در وقت جنازه از تابوت دوباره زنده شده برخاست. کسانی که در آنجا بودند از دیدن چنین حالت در حیرت افتاده و خیلی ترسیدند. البته دوستان عزیز، این همه معجزه خداوند و قدرت خداوند است. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و هواداران شبکه کاروان عمر. اگر ملال نشود در زیر ویدیو لایک گذارید و این نوا را به دیگران برسانید، زیرا لایک شما ویدیو ما را به دیگران میرساند و این نوا را پهن میکند و تا بدانند که خداوند به همه کار قادر و توانا هست. ما چندین نوارها و چندین قصه های را نسبت چنین ویدیوها کرده بودیم، اما بسیاری های شما باور نکردید. اما هر آن چیزی که می شود دوباره زنده کردن، این در نزد خداوند است و هر یکی ما زنده می شویم، دوباره باز زنده می شویم، البته در روز قیامت. اما چخیلی که بزرگان گفتند چشم نبیند با گوش شنیدن باوری انسان مشکل می شود، یعنی که ما تا با چشم خود نبینیم باور کردنمان خیلی مشکل و خیلی دشوار است. خب دوستان عزیز، نوا را می توانید از صفحه اینستاگرام ما که با نام کاروان عمر است دسترس کنید و تا آخر تماشا کرده حتما و یار و دوستان خود برسانید تا به قدرت خداوند باور کنند، زیرا چنین حالت ها در دنیا می شود. ما نمی بینیم، ما نمی شنویم، وقتی دیدیم، وقتی شنیدیم، بعداً باوری ما نسبت چنین حالت ها بسیارتر می شود. خب با شما تنصیحاتی و سلامتی خواهان هستم. وقتی من سوره مسد خواندم که شما هم از یاد می دانید، سوره تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب. وقتی این آیت آخره که تفسیرش نگاه کردیم، از مشقت های پیغمبر خدا برای آمدن به مسجد خبر میداد. و امرأته حمالة الحطب، این بدبخت ام جمیله را خداوند وعید میکند. این ام جمیله زن ابو لهب بود، زنی یکی از دشمنهای خدا ابو لهب بود. این عمه پیغمبر خدا بود. زنی وای ام جمیله دختر حرب و خواهر ابو سفیان بود. خداوند وصف میکند که این ام جمیله چکار میکرد؟ حمالة الحطب، این وقتی که روز میشد از پی خارچینی میشد، میرفت از عدیر خار میچین، درزه خار میگرفت میآورد. شب که میشد از دروازه پیغمبر خدا سرکردگی تا نزد مسجد این خارها را تید میکرد، میپرتافت. گاها مفسران میگوید نجاست این پلیدم همراه اون خارها عررش بود، میپرتافت. پیغمبر خدا که از این حال آگاه شد، چندین بارها اذیت کشید، همراه اصحاب پر از خون میشدند، عذابها میکشیدند، خار ملغیران بود. گفتن ام جمیله تو که در پهلوی من همسایه هستی، من به تو یگان آزار نمیدهم، چرا اینقدر آزار را برای من روا میبینی؟ این دشمن خدا خرسند میشد که محمد را آزار من تأثیر میکنه. تاریخ محاربی میگوید در تفسیر، روز میگه در بازار نگاه کردم یک جوان آواز بلند فریاد میزد، کسی بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله در نزد خدا نجات مییابد. و از پس او نگاه کردم یک مرد را
که یک سنگ در دست داشت، گاه در پشت این جوان میزد، گاه در پای این جوان میزد. این بازار بازار ذوالمجاز بود میگه در مکه مکرمه. وقتی من پرسان کردم حیرت دماندم این جوان کیست و این مرد کی باشد؟ گفتند این جوانی که میبینیم مردم را دعوتی به لا اله الا الله محمد رسول الله کرده ایستاده است، این محمد است صلی الله علیه و سلم. و این مردی که از پس او میزند و پشت مبارک اینو پایهای این خونالود کرده است، این ابو لهب است، این شوهر ام جمیله است. شوهر جدا آزار میداد، زن جدا آزار میداد. وقتی خداوند آیت وعید روان کرد، سیصلا نارا ذات الهب، زود از ای محمد غمگین نشو، این ابو لهب همراه ام جمیله، همراه زن خودش وارد دوزخ میگردد. ام جمیله میگه در دست یک سنگ گرفت و خانه کعبه آمد. اونجا رسول اکرم نشسته بود، در پهلوی ابوبکر صدیق نشسته بود. سنگ را گرفت آمد ابوبکر را دید، گو ابوبکر این رفیقی تو در کجاست؟ مرا حجب میکند، مرا مسخره میکند، میگوید که من همراه شوهر خود وارد دوزخ میشم. اگر محمد را بیابم این سنگ در فرق سر او زده میشود. مفسران میگوید این معجزه پیغمبر بود، در پهلوی ابوبکر نشسته بود، لکن خدا چشمان ام جمیله را کور کرده بود، نمیدید. ابوبکر گفت ام جمیله در پهلوی من کی نشسته است؟ این ام جمیله گفت چی مرا مسخره میکنی مثل دوستت؟ در پهلوی تو کسی نیست. این آزارهای ابو جهل و ام جمیله برای آمدن پیغمبر خدا به مسجد، یا برای آنی که فقط چی میگفت؟ ربی الله، خدای من یکه و یگانه هست. همه این آزارها بهر همین بود. الحمدلله که امروز این آزار که در ما و شما دیده نمی شود، اینا باید همه ما و شما شکرانه کنیم. و این راحت که الحال شما یافتید، این راحت هم همه مشقت اون حضرت بود که امروز ما و شما به این روزهای نیک رسیدیم. جمعه پیشین موعظه ما و شما در باب نشانه های قیامت بود. الحمدلله که از این نشانه ها 7 نشانه شما شنیدید و باقی از این 3 نشانه دیگر مانده است که الحمدلله الحال خداوند زبان ما را گویا بگرداند برای شما این سرگذشت 3 علامت دیگر را به سمع شما میرسانید. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ابن عباس میگوید پیغمبر خدا یک دعا را برای ما بسیار تعلیم میداد، چگونه ای که یک سوره از قرآن را برای ما می آموزانید، این دعا را هم برای ما دائم تکرار میکرد که پس هر یک نماز هر یک امت من این دعا را بخواند. این چه دعا باشد که مثل سوره قرآن پیغمبر خدا بر امت تأکید کردند که اذیت بنماید. اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. پیغمبر خدا فرمودند پروردگارا پناه طلب میکنم به سوی تو، اولا از عذاب جهنم، از عذاب دوزخ که برای بنده های گناهگار آماده شده است و حرارت او از حرارت دنیا 70 برابر زائد است. خدایا به سوی تو از او پناه طلب میکنم و خدایا به سوی تو از عذاب قبر پناه طلب میکنم که عذاب قبر بر همه رسیدنی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ حضرت جامی میگوید
رفیقم از دنیا گذشت، رفته پرسان کنم حال تو در این خانه چگونه است. و سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ احوال مرا چی میپرسی؟ این احوال ما برای تو چگونه بیان کنم؟ وقتی که تو وارد این خانه شوی خود آگاه میشه که این حالت چه حالت است. پیغمبر خدا دعا پناه طلب کردند خدایا از عذاب قبر مرا نگه بدار. و سیوم گفتند خدایا از فتنه های زندگی و فتنه های وقتی جان سپاری نگاه بدار. و در آخر گفتند خدایا از فتنه مسیح دجال ما را نگه بدار. این دعای هست که همه شما پیغمبر خدا تعلیم دادند که بعد هر یک نماز شما پناه طلب کنید. برادرای عزیز، شما یک خلاصه برارید. پیغمبری که اینقدر عظمتی داشت، اینقدر بزرگی داشت، از فتنه دجال پناه طلب کردند. فتنه دجال خیلی فتنه کلانی هست. حضرت حذیفه میگوید همراه اصحاب پیغمبر خدا در باب قیامت بحث داشتیم. و ناگاه رسول اکرم از پیش ما گذر کرد، گفت موضوع شما چی موضوع هست؟ گفتیم موضوع قیامت است. رسول الله گفتند لن تقوم ساعت حتی تکون قبلها 10 آیات. ای امتان من، تا 10 نشانه را شما با چشم خود نبینید قیامت آن روز وحشت بالای شما نمی آید. که آن چی بود؟ یکم طلوع آفتاب بود، از جانب مغرب به جانب مشرق حرکت میکند. دوم دعوت الارض بود که با مردم سخن میگوید، جانور است با زبان آدمی گپ میزند، ما و شما را نصیحت میکند. سیوم دخان بود، دوده بود که 40 روز در روی زمین ایستادگی میکند و از این دود کافرها ورم میکنند، از گوش و بینی آنها زرداب سر میکنند. چهارم این آتش بود. پیغمبر خدا گفت از شهر یمن میبراید. اگر شب در کجای باشین، روز در کجای باشین، این آتش همراه شماست. فقط بر شما باد که به طرف شام سفر کنید. پنجم چی بود؟ فروروی شهرها در جانب مشرق گفتم پیغمبر خدا سر می شود. ششم گفتم فروروی شهرها در جانب مغرب سر می شود. هفتم گفتن فروروی زمین ها در جزیره های عرب سر می شود. اینا هم نشانه های قیامت است. هشتم پیغمبر خدا گفتن دجال می براید. نهم گفتن حضرت عیسی پایان می شود. دهم گفتن یعجوج و معجوج می براید. در اطراف این 3 موضوع انشاءالله با شما صحبت میکنیم.